رضا نظرزاده رئیس شهر خوروغ از محمد باقروف معروف به باقر یکی از لیدران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان تقاضا کرد که خود را اختیاراً به مقامات تفتیشاتی بسپارد و برای لطکوب رئیس اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف جواب دهد. رضا نظرزاده باقر را رهبر گروه متشکل جنایتی محله برخوروغ بالا نام برده و گفت ما از گسترش فعالیت چنین گروه‌های جنایی باعث بی‌ثباتی و بی‌نظمی در شهر شده مانع پیشرفت اقتصادی و به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل یافتن بدخشان شده است. در حالی که جنایتکاری در خوروغ دامن پهن کند، جنایتکاران و گروه‌های جنایی بی‌جزا مانند و ضامن حیات ده‌ها جوان ناآگاه و فریفته شوند. مواد مخدر در گردش باشد، چطور ما خوروغ را به نگین بدخشان و بدخشان را به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل دهیم؟ سوال گذاشت رئیس خوروغ. رضا نظرزاده از آن اظهار نگرانی کرد که برخی از ساکنان ناآگاهانه در کوچه ها به حمایت از سرکرده گروه های جنایتی نوبداری تشکیل کردند و وکیلان خلقی را با تهدید رد معرکه شدن مجبور کرده ایستادند که وکالت خود را بسپارند. او از باقر طلب کرد که به خاطر تنجی و امانی در نزد قانون جواب گوید و حیات ساکنان بخصوص جوانان را زیر خطر نگذارد. قبلا گروهی از ساکنان محله برخوروغ که باقر در همین محله به سر میبرد در یک مراجعتنامه از مقامات تاجیکستان خواستند که از نقشه راه اندازی عملیات حربی برای بازداشت باقر و چند ساکن دیگر این محله دست بکشند. مؤلفان مراجعتنامه میگویند واقعیت حال در بدخشان و از جمله در خوروغ نه به گونه‌ای است که مقامات تصویر کردنی میشوند. آنها میگویند باقر نه جنایتکار بلکه نفری است که به ضد کروپسیون مبارزه میبرد و از مظلومان پشتیبانی میکند. ساکنان برخوروغ میگویند در سالهای آخر دست کم 10 ساکن این محله از جانب مقامات قدرتی کشته شدند و حالا مقامات با راه اندازی عملیات مخصوص باقر را هم یا زندانی کنند یا نابود کنند.